زندگی نامه و نقش سردار ملا کمال صلاح زهی. ملا کمال صلاح زهی فرزند غلام رسول در سال 1334 خورشیدی در منطقه آهوران از توابع شهرستان سرباز دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی. او کودکی و نوجوانی خود را در منطقه آهوران سپری کرد. به دلیل نبود مدرسه و معلم در منطقه تحصیلات دولتی نداشت. اما با فراگیری قرآن نزد روحانیون محلی سواد ابتدایی دینی خود را کسب کرد. وی فردی صریح اللهجه، حقگو و نیکندیش بود و با وجود نداشتن تحصیلات رسمی دینی در منطقه به ملا کمال معروف شد. خانواده‌اش از طریق دامداری در آهوران امرار معاش می‌کردند و زندگی عشایری و کوچ نشینی داشتند. نقش اجتماعی وی و تبدیل به سردار. با افزایش سن، درک و شعور ملا کمال نسبت به قوم بلوچ و دلسوزیش برای آنها عمیق‌تر می‌شد. او همواره نگران بود که چرا ملت بلوچ از نظر علم و دانش عقب نگه داشته شدند. همین درک بالا و حقگویی به سرعت او را به سردار طایفه صلاح زهی تبدیل کرد. ملا کمال با مشورت دیگر بزرگان طایفه صلاح زهی تصمیم گرفتند به جای ادامه زندگی کوچنشینی در یک مکان مستقر شوند تا فرزندانشان بتوانند به مدرسه بروند و علم بیاموزند. روستای گورناگ واقع در 70 کیلومتری ایران شهر به عنوان محل سکونت جدید انتخاب شد تا در کنار دامداری به کشاورزی نیز بپردازند. فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. اگرچه ملا کمال سردار طایفه صلاح زهی بود، اما دغدغه‌اش شامل حال همه طوایف و اقوام بلوچ بود. او هرگاه در منطقه‌ای اختلافی مشاهده می‌کرد، به سرعت برای صلح و حل و فصل اختلافات قومی دخالت می‌کرد. همچنین او در ملاقات‌ها و دیدار با مسئولین دولتی به صراحت از تبعیض‌ها علیه مردم بلوچ انتقاد می‌کرد و به قوانینی که بدون شناخت منطقه در تهران تصویب و در بلوچستان اجرا می‌شدند اعتراض داشت. او برای امرار معاش علاوه بر دامداری به خرید و فروش خودرو نیز مشغول بود. وی مورد اعتماد و احترام علمای بزرگ منطقه از جمله مولانا محمد عمر سربازی و مولانا تاج محمد بزرگزاده رحمت الله علیهما نیز بود. واقعه درگیری ملا کمال صلاح زهی با پلیس سال 1370. این واقعه مربوط به زمانی است که در بلوچستان داشتن کارت تردد توسط پلیس الزامی بوده و برخوردها با افراد فاقد کارت شدید گزارش شده بود. در سال 1370 ملا کمال صلاح زهی در جاده سرباز ایران شهر در حال تردد بود. مشاهده کرد که پلیس راه در حال تعقیب خشونت‌آمیز یک خودروی وانت است که زنان و کودکان نیز در آن سوار هستند. این امر باعث درگیری کلامی ملا کمال و پلیس می شود. او از پلیس انتقاد می کند که چرا با این شدت خودروی حامل زن و کودک را تعقیب کردند. افسر پلیس که فردی زابلی بود ملا کمال را 200 تومان جریمه می کند. سپس با قرار دادن گواهینامه در داشبورد و امتناع از پس دادن آن به تحریک قومی پرداخته و میگوید من بلوچ با جربوزه ندیدم. اگر واقعا مردی بیا و به زور گواهینامه‌ات را بگیر. ملا کمال به همراه چند نفر مسلح پلیس راه را خلع سلاح کرده و به همراه 5 نفر از مأموران، 1 سروان، 1 استوار، 2 درجه دار و 1 سرباز به اسارت گرفته و به کوههای اطراف میبرند. پس از گذشت 5 تا 6 روز و آغاز عملیات تعقیب
نیروهای زمینی و چندین بالگرد، ملا کمال با نیروهای رژیم درگیر می شود. در این درگیری خلبان هوانیروز رژیم کشته شده و کمک خلبان زخمی می شود و بعد با وساطت ریش سفیدان و سرداران طوایف بلوچ مأموران پلیس راه را آزاد می کنند. حمله به گورناگ و درگیری مسلحانه سال 1378. فعالیت‌ها دلسوزی برای مردم بلوچ و انتقادهای صریح ملا کمال برای رژیم ولایت فقیه تحمل ناپذیر بود. در آبان ماه سال 1378 خورشیدی نیروهای رژیم با چندین خودرو و حدود 60 مأمور به فرماندهی شخصی به نام حمید آقایی به روستای گورناگ یورش بردند تا ملا کمال صلاحزهی را به اتهام واهی قاچاق مواد مخدر بازداشت کنند. ملا کمال به محض اطلاع از یورش مأموران قصد درگیری نداشت و با خودروی خود به همراه 2 نفر از همراهان از مسیر فرعی روستا خارج شد. مأموران خودروی او را تعقیب کردند. وقتی مسیر فرعی به بنبست رسید، ملا کمال پیاده به سمت کوههای گورناگ حرکت کرد، اما مأموران شروع به تیراندازی کردند. ملا کمال چاره‌ای جز دفاع از خود ندید. او و 2 نفر از همراهانش سنگر گرفتند و با مأموران درگیر شدند. در این درگیری 54 نفر از مأموران رژیم کشته شدند. در حالی که ملا کمال و همراهانش آسیبی ندیدند. همچنین حاجی حسن صلاحزهی که در بازداشت مأموران بود موفق به فرار شد. انتقام و تخریب گورناگ. رژیم در انتقام از تلفات سنگین خود در تاریخ 12 آبان ماه 1378 خورشیدی با استفاده از لودر و بولدوزر به روستای گورناگ حمله کرد و کل روستا را با خاک یکسان نمود. نامه ملا کمال به رئیس جمهور وقت. ملا کمال صلاحزهی در تاریخ 20 فروردین ماه 1379 که در مهاجرت بود، برای اتمام حجت نامه‌ای به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته. او ضمن اعتراض به اتهام زنی‌های بی اساس، حمله و تخریب روستا، خسارت‌های وارد شده به مردم گورناگ را برای رئیس جمهور شرح داد. بازگشت با اماننامه و شهادت. رژیم که از توانایی‌های ملا کمال در رهبری و فرماندهی آگاه بود و خطر سازماندهی یک گروه نظامی قوی علیه خود را می‌دید، با کمک دیگر سرداران با نفوذ بلوچ بر او فشار آورد تا به کشور بازگردد. افراد متعددی برای مذاکره و اعطای اماننامه نزد او فرستاده شدند. حکومت به ملا کمال قول داد که تمام خانه‌های تخریب شده را بازسازی خواهد کرد، مشروط بر آنکه در روستایی دیگر در کنار جاده ترانزیتی ایرانشهر چابهار ساکن شود. ملا کمال در نهایت با توجه به فشار بزرگان مردمی و به دلیل دغدغه‌مندی‌اش نه فقط برای خانواده‌اش بلکه برای کل طایفه صلاحزهی و سایر طوایف بلوچ با دریافت اماننامه به بلوچستان بازگشته و در روستای گورناگ مستقر شد. در این مدت او به حل و فصل اختلافات قومی و قبیله‌ای پرداخت، به طوری که هر طایفه‌ای در بلوچستان به ویژه در جنوب اختلافی داشت به گورناگ و نزد ملا کمال مراجعه می‌کرد و او با سخنان ساده اما جذاب خود دشمنی‌ها را به دوستی و صلح بدل می‌کرد. روز شنبه 26 مهر ماه اطلاعات سپاه با ملا کمال تماس می‌گیرد و او را به ایران شهر دعوت می‌کند. ملا کمال روز یکشنبه 27 مهر ماه 1404 از گورناگ خارج شده و در نزدیکی منطقه فلکه موسوم به دفاع مقدس شهرستان ایران شهر هدف تیراندازی افراد مسلحی قرار می‌گیرد که از قبل در انتظار وی بودند. بدین ترتیب سردار ملا کمال صلاحزهی
در پی این ترور به شهادت رسید.